الو، من تو همین خیابون یه طرفم الان. پشت خطی دارم، گوشی قطع نکنی یا شارژم کمه، نمیتونم به زنگ بزنم. الو سلام داداش. من اومدم الان ماشینو میدم به مرتضی. آره گل زدم ردیف. باشه نه بعدش میبرم اتوشویی دیگه. نه آخه عروس 4-5 ساعت حداقل اینجا کار داره. نمیرسم نه. ببین مرتضی پشت خطمه. باشه میگیرم. باشه به خدا میگیرم. باشه خدا. الو مرتضی. ببین من الان سر کوچه 9 رسیدم. 9 نه 2. اما بعد از مسجد. نه هم که پارک از دستشویی سره. خب من الان چجور دنده عقب بیام؟ باش بابا الان مگه من الان میرم یه دور برگردون پیدا میکنم میام بالا. تو بیا سر کوچه. خیابون باریک مگه مغز خر خوردم دنده عقب بیام؟ باشه بابا باش. بیا سر کوچه اومدم. بیا اومد. خداحافظ. چی شد؟ حواست کجاست؟ خدا چه طرز رانندگی؟ آقا به خدا من اصلا نفهمیدم چی شد. آقا به قرآن تقصیر این تاکسی است. ببینید کجا وایساده. آقا ببین چی کار کردی؟ یه نفر از زیر پل اومد بیرون زدم رو ترمز. دروغ میگم خانم. آقا اینجا جای مسافر پیاده کردن آقا. من نگه داشتم به خاطر آدم مسافر یهو پیاده شد. این همه جا مجبور نبودی بزنی به اون که اینجا 18 چرخم رد میشه. دیدی؟ تازه بعد اینکه تو زدی به این مسافر من از ماشین پیاده شد. آقا شما که دیدی این ور ماشین پارکه. چه ذره اونورتر نگاه نداشتین؟ آخه نمیدونستم شما پشت فرمونی. تو این خیابونم 180 تا مجاز نیستش. باشه پس صبر کن تا افسر بیاد. خانم جون از پشت زدی مقصری. آقا وایسا شما تو برمی‌دارم ها. تو زدی به اون اونجا چه ربطی داره به من اینجا؟ آقا نرو شما تو برمی‌دارم. بردار حتما تازه میتونی حفظش هم بکنی رونده. آقا شما مقصری باید وایسی. آقا نرو. آقا رفت. به اون چه ربطی داره؟ اینجا 4 تا ماشین رد میشه. خب راهنما نزد یهو ترمز کرد. آدم تو این خیابون با اون سرعت رانندگی میکنه؟ اون سرعت کنه 50-60 بیشتر نبود سرعتم. باشه منم خرم. جنبه نداری سرعت ضبطت انقدر زیاد نکن. شما چرا همه چیز الکی بهم ربط میدین؟ الکی؟ تو گواهی نامه داری؟ یه لگن برداشتی افتادی تو خیابونا به 2 روز نیست خریدمش. خیلی خب آقا من مقصرم. حالا زنگ میزنیم افسر بیاد. افسر میاد پول تعمیرشو میده. موقع فروش ماشین تصرفی نصف قیمتم نمیخرنش. من نمیدونم چی بگم. فقط میدونم باید همچین موقع زنگ بزنی افسر بیاد. آفرین بلدی یا؟ مدارکت پیشته؟ مدارک داری؟ آره. بیا. یه ماه هم نیست گواهی نامه گرفتی. به کی داری زنگ میزنی؟ زنگ میزنم افسر بفرستم الان ترافیک میشه اینجا. ترافیک کجا؟ زنگ نزن. قطعش کن. اینم قطعش کن. الو سلام احسان. علی ام کرمی. ببین من تصادف کردم، ماشین پارک بوده، اومدن از عقب بهش زدن. گوش بده، میتونی بیای زیر پل نواب؟ این گواهی نامت هم ورد و بیار.
ماشین عروسه. واسه دردسر نداره. کلا افسر اومد کروکی کشید بعد برو. احسان باشه. آره ما فکر کنیم تو تهران نیستی. آره باشه تو راست میگی. باشه بابا. عوضی. گواهینامه نداری؟ دارم زنگ میزنم گواهینامه دار بیاد دردسر نشه. فکر بد به خودت راه نده. کسی تو ماشین نبوده. ماشین پارک شده رو مورد التفات قرار دادین. خب الان چیکار کنی؟ وایسا. الو سلام داداش. ببین میتونیم بیای زیر پل نواب؟ من ماشین رو پارک کرده بودم یه نفر اومد از پشت زد به ماشین. چی بگم؟ نه خیلی ولی آره خیلی داغون شده. یارو راننده نیست ناشیه. مرد نیست که من به زنی که چی بگم. لحظه گوشی داداش. به کی داری زنگ میزنی؟ با تو هم زنگ نزن من گواهینامه پیشم نیست تا داداشم بیاد. من یه گواهینامه 1 ماهه دارم. تو هم نشون نداری وقت من زنی کم؟ داداش تو رو قرآن پاشو بیا این زبون در آورده واسه من. منو سینجی نکن. پاشو بیا سری. چی میگی تو؟ اصلا زنگ بزن افسر بیاد. کسی تو ماشین نبوده. اینجا این همه شاهد هست. الو سلام. خسته نباشید. ببخشید ما تصادف کردیم افسر می‌خواستیم. زیر پل نواب نرسیده به مسجد. ماشین یه مزاتیری سرمه‌ای با یه پراید قهوه‌ای. ببخشید کی میرسید؟ مرسی ما منتظریم. مرسی. کی میرسی؟ ببخشید ما ماشین عروسمون تصادف کرده وگرنه مزاحم نمی‌شدیم. باشه دیگه. باشه چشم. تا 1-2 ساعت دیگه باید گل بزنیم. خداحافظ. اصلا منتظر خبرتونم دیگه. باشه. بازم معذرت. خداحافظ. ببین الان داشتم با دوستم حرف می‌زدم. گفت اگه بتونیم یه جوری به این افسر بفهمیم تقصیر این تاکسیه بود. تقصیر تاکسی بود دیگه. دیدی که کجا وایساده بود. هم تو میتونی از بیمت استفاده کنی هم من. از پرسه در صورت مقصری. آره ولی بالاخره اون تاکسی بدون که راهنما بزنه یا ترمز کرد. باشه تو باید انقدر فاصلت مطمئن باشه به جلویت نزنی. ماشین تو که چیزی نشده منو بدبخت کردی. 2 روز نیست خریدمش. چرا زنگ نمیزنی پدر مادرت بیان؟ اصلا نمیخوام بفهمن تصادف کردن. خب که بالاخره که میفهمم. ماشین من که خرجی نداره. بیمه پول بده راحت درست میشه. بیمه یه روز پول نمیده که. میدونم. حالا از یکی قرض میگیرم بعد بیمه داد بهش برمیگردونم. دلت خوشه. اصلا هر کاری دوست داری بکن. مقصری بیمه بهت پول نمیده. خب بیمه همه خرج ماشین شما رو که میده. باز زد این حرفو. میگم بیمه پول تعمیرش هم به زور میده. خب چی میخواین دیگه؟ نمیفهمی میگم ماشین تصادفی نصف قیمت هم نمیخرنش؟ چرا خیلی خوب. پس که این حرفا رو تکرار نکنم افسر اومد. کدوم حرفو؟ 180 تا بود سرعتش شد. به جای این کارو زنگ بزن کسی کارت بیام بده. من تهران کسب و کار ندارم دانشجوام. سلام جناب سروان. سلام خسته نباشید. بفرمایید. راننده ماشین کیه؟ من. مدارک. گواهینامه کجاست؟ چی شد تصادف کردی؟ من داشتم یه میومدم. تاکسی اون سر دنیا نگه داشته. من از شما سوال کردم. آقا من داشتم میومدم. یه تاکسی بدون که راهنما بزنه یهو ترمز کرد اینجا. این ماشین هم یهو ترمز کرد؟ نه این ماشین پارک بود. تاکسی وسط خیابون وایساد؟ نه وسط که نه ولی یه جوری وایساد دیگه هیچ ماشینی نمیتونست رد شه. ببینم بهتون بگم. آقا تشریف بیاری. میبینمت بگو. ماشین اومد آقا اینجا نگه داشت تا اینجای خیابونو گرفته بود داشت مسافر پیاده میکرد. بعد یه خانمه از این برم دوید رفت اونور. من یا خوردم به اون. به همه چیز دقت کردی؟ یه کاری که باید میکردی؟
تو راننده ماشینی؟ ماشین مال ماست. اینجا پارک بود. مدارک. بعد من تو دستشویی پارک بودم. یا با صدای تصادف اومدم بیرون. شاهدم دارم، خودش هم حرفامو تایید میکنه. چرا درست پارک نکردی؟ اینجا اصلا اینجا پارک کردنه. نه. من اینجا پارک نکردم. من داداشم ماشینو پارک کرده بود که اون یکی داداشم که امروز عروسیشه بیاد ماشینو ببره، بعد میاد میفهمه که اینجا کوچه نهمه، ولی باید میبرده کوچه دوم. پس تو اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم بالا سر ماشین تا اون یکی داداشم بیاد دیگه. کاپوتو بزن بالا خانم. یه چیزی بهتر سر هم میکردی. شما هم برو صندوق تو بزن. از جابر 3 به قاسم 2. سلام قربان. یه مورد تصادف مشکوک صحنه‌سازی شده اتوبان نواب زیر پل نواب. بی زحمت می‌خواستم بیای مورد بررسی بکنی. اگه داخل بشی می‌بینی. سر همون چهارراهی که برای زوج و فرد وای میسیم یه کوچه است که انتهای همون کوچه است که سرش پارک هست، مسجد هست. بس جناب چی مشکوکه؟ شما صندوق بزن بالا. نمیشه، گیر کرد دیگه، چیش باز بشه. شما هم اینجا خوردیم به هم؟ ما به هم نخوردیم، این خانم اومده از پشت خورده. مطمئنی همین ماشین اومده زده به اینجا؟ من مطمئنم است که شما مطمئن نیستی. خب لال که نیستی، حرف بزن دیگه. من که گفتم این اومده زده به این، بعد چراغ خودش نشکسته اما ستون این کج شده. این چی؟ ستون ماشین من کج شده؟ ببین درستش کن جناب سلام، من کجا بدم چرا این چراغش نشکسته؟ به امام حسین قسم، من امروز عروسی داداشمه. اومدم ماشینو بدم به دومات. اینجا پارک کردم، پیاده شدم، بعد این اومد زد. تو که گفتی تو پارک نکردی. اصلا من پارک کردم، اما من به جایی نزدم که. من از ماشین پیاده شدم، بعد این اومد زد ماشینو ترکوند. چرا چیزی نمیگی؟ بابا 10 نفر شاهدم، به خدا همه تصادفو دیدن. همین یکیش نگهبان دستشویی باغبون پارک. بذار من برم صداش کنم. ول کن، نمیخواد بری. الان مأمور ارشد من میاد وضعیتو بررسی میکنه. من دیگه باید برم. شما بکشین کنار مشکلتون رو. اون الان میرسه. آقا شما بهش میگین تصادف ساختگیه؟ اون خودش 1000 تا از این تصادفا دیده. خودش تشخیص میده. ایشالله که من اشتباه کنم. شما بهش چی میگین؟ جناب سروا مدارکم. افسر موافقم براتون میاره. خب سربازی حرفت برو نداره، وگرنه با این تشخیصات مردم بدبخت میکردی. این واقعا سرباز بود؟ درجه داشت؟ آره بابا سرباز لیسانس هست. بزنیم چراغو بشکنیم تا اون یکی نیومده. نه و چی بشکنیم؟ مگه شک داری به خودت تو؟ بحث شک نیست، غیر عادیه. نگاه کن. نزنی بشکنی ها. میرم میره به موافقش خبر میده. ما همینجا تنها گذاشت که همین کارو بکنیم. اگه بره بگه که الان حتما هم میره بهش میگه، یا اگه با یارو برگرده، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ثابت میکنن صحنه سازیه. یه کارو میکشه به پاسگاه و دادگاه و این ور اون ور. خب مدارکمون دستشه. اونا همینش هم قبول ندارن. فکر نکنم سربازش. باش. سلام داداش. من اومدم ماشینو بذارم کوچه نهم، بعد یهو مرتضی زنگ زد گفت باید بیارش دوم. من اومدم وایسم برم دستشویی توی پارک، تا رفتم تو یهو صدا اومد. یا ابوالفضل داغونش کردی که. مگه حواست به پکسرت نبود؟ چه گویی میخوردی علی؟ بابا من یهو ترمز نکردم که. چند دقیقه بعد اینکه من اینجا وایسادم پیاده شدم ماشینو پارک کردم رفتم تو دستشویی، بعد این گوشکوب اومده زده. درست صحبت کن دیگه آقا. هر چقدر دهنت در میاد میگی. بیشور. ببخشید درست صحبت نکنم چی میشه ها؟ علی برو گم شو اونور، بذار گنگکاری اینور تو درست کنیم. آقا من مقصرم، خسارتش هم خودم میدم. الان افسر میاد تشخیص میده. افسر چرا نیومده تا الان؟ چرا اومد رفت گفت یکی دیگه بیاد. واسه چی یکی دیگه بیاد؟ چه میدونم بابا. جواب منو درست بده. چه میدونم، گفت تصادف مشکوکه. سرباز بود یارو. رو چه حسابی همچی حرفی زد؟ گفت چطور این خورده به اون چراغش نشکسته اما این تو ستونش کج شده. خب راست گفته دیگه. اگه صحنه سازی کردیم بگین، اگه بیان بفهمن دهن سرویس میکنن. بابا صحنه سازی کدومه؟ افسر گیرش رو چراغ بود، اینم نمیذاره تو اون یکی بیاد چراغو بزنی بشکنی. واقعا ستونای ماشین کج شده؟ فعلا این ورو بچسب. افسر کروکی نکشه بیمه پول نمیده ها. چراغو بشکنی؟ راست میگه، چرا نمیذاری چراغو بشکنی؟ آقا شما چرا انقدر ماجرا رو حاد میکنید؟
اینجای تصادف شد الان افسر میاد کروکی میکشه تموم میشه میره. بعد این که الان اومده بود سرباز بود اصلا قیافش معلوم بود بچه هستی چی حالش نیست. بعد معذرت میخوام کروکی نکشه چی؟ میزنی به چاک؟ آره دیگه از خدات هم هست که بگن صحنه سازی بپیچی به بازی. ببین من اگه میخواستم این کارو میتونستم بکنم. الان میتونم این کارو بکنم. پس لطفاً درست حرف بزن. ببین تو درست حرف بزن. چون اگه من خسارت نگیرم بلایی که سر ماشین آوردی سر خودت نه میارم. بابا. علی تمومش کن ببند دیگه دهنتو. خانم محترم اگه این چراغ نشکنه کسی باور نمیکنه این تصادف واقعی ها. آقا شما هم میگی چراغ بشکنه؟ اوکی بشکنم اما اگه لو بره من هیچ ربطی نداره ها. نزن. راست میگه ماجرا لو میره. بابا چی لو میره؟ کروکی نمیکشه که اینجوری. این میخواد همه چی به نفع خودش تموم شه. بیا برو گم شو فعلا اینور. خسارتشو تو میدی دیگه. اینجا؟ بگو میشنوم. میگم بیا اینجا. واسه اینجا سیگار بخری؟ سیگار چیه؟ مگه من سیگار میکشم؟ اصلا از کجا بگیرم؟ کو سوپرمارکت؟ اومدی مشروب بگیری. این چه حرفیه میزنی آخه؟ عروسی نه خودتون بیاری نه بذارین کسی بیاره؟ مشروب چیه؟ میگم به خدا دو نفر بکشن نششن، دو نفر بخورن مزشن بیفتن به جونم، عروسی ما خراب میشه. بیشور آدم تو عروسی خودش این کارا رو نمیکنه. به خدا از صبح آتش گرفتم، اینقدر آب خوردم دارم میترکم. چیه؟ بگو جون من. به جون من. جون خودت نه جون من. به جون داداش. من قرار نبود پژو بگیری. گفت بدون هماهنگی اومدیم نداریم الان. روزی نیست ساعتیه. ساعتی چند؟ خودم میدم اجاره. ساعتی چند علی؟ ساعت 50. محسن که میگفت روزی 70-80 تومن. اون آره اما این نه. واقعا فکر کردیم با اون فرق میکنه؟ چرا وقتی خواستی ماشینو بگیری به من نگفتی؟ گفتم عروسی داداشم اینو خواستم آبروداری کنم. وثیقه چی گذاشتی؟ سند خونه رو از مامان گرفت. میدونی اگه افسر کروکی نکشه ماجرا با 10-15 میلیون هم ختم نمیشه؟ از کجا قراره بیاد این پول؟ برو گم شو، من خودم میزنم چراغو میشکنم. آقا نشکنی تو رو خدا. واسه جفتمون بد میشه ولی واسه شما خیلی بدتر. راست میگه بدبخت میشیم اینجوری. آقا میفهمم به خدا. بابا بی خیال شو، ما که به خودمون شک نداریم. شما شک نداره اما من دارم. چرا شما اینقدر میترسی؟ چقدر گرفتی بیای گهکاری اینو جمع کنی؟ بی خیال شو، بی خیال شو. شما به ما شک کنی تو رو خدا. با همه. به اینا گفتی من پشت فرمون بودم؟ تا چیزی نپرسیدن هیچی نگو. به اینا چی گفتی؟ بگو ماشین آوردی کوچه نهم تا که داداشمون که امروز عروسیشه بیاد ماشینو ببر. با تو اینجا چه غلطی میکنی؟ داماد کجاست؟ خب بگو منو فرستادی بالا سر ماشین تا دوماد بیاد دیگه. قشنگ چرت و پرت گفتی ها. احمقی دیگه احمق. دروغ گفتنم بلد نیست. شام سبا مدارکی شد. سلام جان سلام. سلام جانم سلام. خسته نباش. شام سبا ایشون و ایشون. شما بفهمید. جناب سلام والا ما اونجا واسطه یه دفعه این خانم من معلوم سوالی پرسیدم. نه اجازه بدین صحنه رو ببینم سوال پیش اومد ببینم. بفهم. راننده این ماشین کیه؟ من. این یکی؟ منم اینم گفت اینم. شما که تازه اومدید. خب من ماشین رو پارک کردم رفتم دیگه. موقع تصادفم کسی تو ماشین نبوده. در ازاش چه فرقی میکنه؟ تصادف ساختگیه. یعنی چی جناب سروان؟ خانم زده خودش هم داره میگه ایازه. سرعت چقدر بود؟ 50 60. 100 تا هم بیشتر بود. سر ضبطشون تا فلک میرسه. من زدم اما ساعتم 50 60 تا بیشتر نبود. اون مگه خط ترمز شما نیست؟ چرا؟
سرعت چه 50 60 تا چه 180 تا. اگه اینقدر ترمز بکشه وقتی برسه به اون ماشین با سرعت 5 تا هم نمیخوره بهش. با توجه به شتاب بعد ترمز اگه این ماشین بخوره به این نباید طوریش بشه. اما اگه به فرض محال اون خط ترمز شما نباشه، وقتی یکی بخوره به این، اول از همه خود این یکی باید آسیب ببینه. نگاه کن چراغشو. یعنی آهن نتونسته چراغو بشکنه. جناب سروان این ماشین که من گفتم پس اگه این ماشین به این ماشین خورده چرا هنوز چراغش نشکسته؟ از یاسر به مرکز. جناب سروان تو رو قرآن باز مرکز یه مورد تصادف ساخته زیر اتوبان نواب زیر پل افشناس. لطفاً کلانتری منطقه برگرد عقب آقا عقب. چشم. ما تصادف کردیم، بذار توضیح بدم. بفرمایید گوشم با شماست. به خداوندی خدا قسم این تصادف همینجا اتفاق افتاده. ما ماشینو گذاشتیم. بابا یه لحظه خفه شید. جناب سر ما امروز عروسی داریم. آخه کدوم خری میاد تو روز عروسی داداشش این کارو میکنه؟ ببین این ماشین اینجا بوده، بعد این یکی اومده از پشت بهش زده و سلام. حالا شما یه لطفی بکن واسه ما یه کوروکی بکش که ما بریم به بدبختیمون برسیم، به عروسیمون برسیم، نه اینکه ما رو بیچاره کنی. اینجا همه شاهد بودن، باغبون، همسایه ها، نگهبان دستشویی. شما هر کیو که بخوای من صداش میکنم. برو یکی صدا کن. جناب سروان من زدم، مقصر منم. اینها دیگه خودش داره میگه تو خفه شو. من چجوری به تو حالی کنم که خفه شی؟ جناب سروان یه لحظه میتونی وقتتون رو به من بدید؟ ما حرف خصوصی نداریم. سوء تفاهم نشه، فقط یه لحظه. من فرهنگی ام. جونم مرتضی. دستو بذار پشت. چرا؟ با من هنوز سوء سر تعبیر پیش نشه. نهمم. چیزی ناقابله. دستت از جیبت خالی بیا بیرون وگرنه مجبورم. حالا تو پاشو بیا اینجا، شاید افسر تو رو ببینه باور جان کنه. سروان شما خودتو سوال بذار جای نپرس، ما. فقط سریع پاشو بیا اینجا. اجاره‌ایه، سند خونه‌مون رو گذاشتیم این ماشین رو اجاره کردیم. این داداش کوچیکی ما کلش باد داره دیگه، اومده آبروداری کنه. این داداشمون هم که یه بار بیشتر عروسی نمیکنه، اومدیم یه حالی بهش بدیم دیگه. به قرآن من خودم راضی نبودم. ماجرای این عروسی فرق میکنه. این داداشم کوچیک‌تره اما زودتر از من داره عروسی میکنه. ماجرای این عروسی اصلا توفیر داره. حالا این داداشم اومده یک جندی بالا آورده، میگه من چیکارش کنم؟ بزنمش؟ به جون بچم هر کاری شما بگی من میکنم. فقط تو رو قرآن یه کوروکی بکش که ما بریم به کارمون برسیم. این تصادف اینجا اتفاق نیفتاده. منم مجبورم به کلانتری اطلاع بدم. آخه شما حرف حسابتون چیه ها؟ چرا خودتون رو زدین به اون راه؟ این ماشین دند عقب زده به یه جایی، این خانم هم اومده اینجا ترمز کرده وایساده، این آقام که گواهینامه نداره اومده اینجا وایساده. اصلا میدونی چه جناب سروان؟ شما خودت تا حالا ماشین 100 میلیونی نخریدی بفهمی وقتی از پشت بهش میزنن چه حالی میشی. کی خریدیش؟ یه هفته نیست. بیا عقب، بلش کن بیا عقب، بلش کن عقب. جان جان به قرآن دروغ میگه. این ماشین کریه‌ایه، خودش کم سواره این ماشین هم اومد روش. داداش چیه؟ چی شده بچه آبروریزی رو انداختی؟ یه ساعته رفتم به افسر دارم التماس میکنم کوروکی بکشه. گفتم این ماشین کریه‌ایه، سند خونمون رو گذاشتیم، ما بدبختیم. داشتم رازیش میکردم که کوروکی بکشه، اومده با افسر لج میکنه. میگه تو نمیفهمی ماشین 100 میلیونی خریدن یعنی چی؟ خب جناب افسر باور نمیکنه این تصادف اینجا شده باشه. میخواد زنگ بزنه بیا ما رو ببرن کلانتری. سند خونه رو گذاشته ماشین کریه کرده. بی غیرت واسه عرق خریدن اومده اینجا واسطه. به اول پس بیچارت میکنم. باشه داداش آروم باش، من الان درستش میکنم. علی قبض این ماشین که اجاره کردی بده. جناب سروان این قبض. علی تو رفتی سند خونه رو گذاشتی ماشین اجاره کنی واسه عروسی من. جناب سروان این قبض دست منه. خودتون اصلا با این شماره پایینش تماس بگیرین بپرسین بهتون میگن دیگه. لازم نیست، من به کلانتری نمیگم، شما هم جمع کنین بریم. جناب سروان شما کوروکی نکشی که به ما پول نمیدن. خرج این ماشین لامصب خیلی زیاده. فقط ساعتی 70-80 هزار تومان کریشه. شما خودتونم خوب میدونین این تصادف اینجا اتفاق نیفتاده. روز تعطیل، ظهر، زیر پل،
میبردی یه جای شلوغ میذاشتین یه نفر باورش بشه. جناب سروان اصلا من خودم به علی گفتم دنده عقب بیاد. چطور این حرفو میزنی شما؟ اومد درست. بابا به قرآن من دنده عقب نیومدم. من تو دستشویی بودم، من تو ماشین نبودم، این اومد زد. آها به خدا این ماشین اینجا پارک بود، من بهش خوردم. تاکسی واسه من یهول شدم، هم گاز دادم هم ترمز، اصلا نفهمیدم چی شد. به قرآن دارم راست میگم بهتون. به حال خودتون رو بزنین جای من. تنها لطفی که میتونم بهتون بکنم اینه که به کلانتری خبر ندم. جمع کنیم برین، شروع شد. جناب سروان یه لحظه. بریم. جناب سروان ببینید یه لحظه شما من چی میگم؟ آقا زنگ بزن خسارت سیار بیاد بعد که فرجی بشه. ندارم شمارش. پشت کارت بیمت نوشته دیگه. الو سلام، خسته نباشید. ما تصادف کردیم تو توان نواب. خواست مگه زحمتی نیست تشریف بیاری جهت نظارت. بله یه ساعتی میشه. افسر اومد رفت. نگی افسر چی گفت؟ گفت که زنگ بزنین خسارت سیار کارتون زودتر را میفته. ما هم یه خورده کارون عجله‌ای بود گفتیم با شما تماس بگیریم. بله زیر پر نواب جنب مسجد امام سجاد. علی بغل علی پاشو این ماشین رو برده فعلا تا فردا صبح بیکاری بکن. زنگ زد خسارت سیار فعلا صبر کن. اونم بیاد خر که نیست داداش، باور نمیکنه. خب اکنون تو هم باور نمیکنی. نمیخوای بگی خودت باورت شده که این دختره کیه؟ بچه دانشگاهتونه؟ ها؟ سلام سلام میام شبکه خسارت می‌نویسه. اگه اونا ندن شما باید بدین خانم. دارین خسارتشونو بدین؟ برو خانم فیلم تموم شد، خداحافظ. مرتضی مگه صبح این ماشین دست خودت نبود؟ من یه گل زدنی فیلم برداری داداش اگه این نکردی. مسخره بازی‌ها رو تموم نکنیم به قرآن میذارم میرم امشب نمیام. الو سلام عزیزم، من زنگ میزنم به شما. آره نزدیکم، من همین نزدیک آرایشگاهم زنگ میزنم. خداحافظ. داداش تو مگه بچه داری زرت و جون بچه‌تو قسم خوردی جلو افسره؟ خب یارو از کجا میدونه که من بچه ندارم؟ من کجا فهمیدم به نظرت؟ افسره گفت. برگشتی بهش گفتی این عروسی ما ماجرا داره، اولین عروسی ماست، این داداشم کوچیک‌تر از منه ولی داره زودتر از من عروسی میکنه. علی میذاری بری یا دوتا من بکشم زیر گوشت؟ گم شو، برو گورتو گم کن دیگه. حالا میخواد بیاد منو بزنه. آقا تو رو خدا من زنگ زدم الان شوهرم میاد خسارت شما رو میده. من مقصرم. مرتضی تو با یه جمله همه چیزو خراب کردی. تو دیگه داد و بیداد نکن. ما به اندازه کافی داغون هستیم. چیه داداش؟ نکنه باز همه چی تقصیر منه؟ نه من گفتم برید ماشین 100 میلیونی اجاره کنین. چرا هر گوی میخوره پای من تموم میشه؟ داداش من گو خوردم، من حواسم نبود. شما ببخشی کوتاه بیاید. داداش تو چرا به خودت گرفتی؟ بابا من منظورم با این آشغاله که یکی مثل خودش آورده اینجا فکر میکنه ما خریم. راه نمیره. کجایی تو 3 ساعته؟ بذار تو دنده حرکت کن. بابا دم مسجد یه پارک، بیای اونجا ما رو میبینی. ترمز دستی. بودو. بذار دنده عقب. بلیش کن. یه میله رفته تو چرخ نمیذاره ماشین تکون بخوره. مگه افسره نمیگو ماشین آوردین اینجا؟ خب این ماشین که اصلا تکون نمیخوره. یه زنگ بزن افسر بیاد. شارژ ندارم. نداری؟ ببخش خانم، میشه دوباره لطف کنی یه زنگ بزنی افسر بیاد؟ بله. تو دیگه چرا به بدبخت تهمت میزنی؟ من خودم صبح فرستادمش که کارا رو راست و ریز کنه. واقعا بدبخت تصادف کرده دیگه. داداش بچه نشو. من یه 5 دقیقه قبل از تصادف با خود حرف نمیزد. فیلمشه. جای شرمندگی 2 قرتونیمت هم باقیه. خجالت بکش مرتضی. نمیفرستم. یعنی چی؟ میگه دوباره افسر نمیفرستیم، فقط یه بار. بابا شانس ما رو تو رو قرآن. پروفسور تو چرا زودتر نشستی پشت فرمون؟ پستشون سر همین 4 راهه.
الان من باید برم دنبالش دیگه. نمیخواد. الان من خودم میرم با موتور میارمش. 4 راهه 5 متر بالاتر از این کوچه هستش. شوهر چطوری؟ تقصیر من نبود. یه تاکسی مقصر بود فرار کرد. شماره‌شو بر نداشتی؟ نه رفت. افسر برگشته میگه صحنه ساختگی کروکی نمیکشه. بدبختان ماشین کرایه کردن. تو مقصری از پشت زدی چی ساختگی؟ حالا بیا از جلو نگاه کنی میفهمی. واسه همینجا معلومه دیگه داغون شده. ماشین جلویی داغون شده. ماشین تو هیچیش نشده. هر کی میاد فکر میکنه صحنه سازیه. ماشین توی چراغش هم نشکسته. اینا هم امشب عروسی دارن. ماشینشو داغون کردم. ببین یه پولی چیزی میتونی جور کنی من بهت خورد برگردونم. به اینا گفتم تو شوهرم. نباید میگفتی. من ندارم، به قرآن قسم من ندارم. این ماشین حداقل 70-80 تومن قیمتشه. خرجش کم نیست که. من ماشینمو بدم درست نمیشه. پس من چیکار کنم الان؟ افسر چی گفت؟ افسر میگه صحنه سازی کروکی نمیکشه. اینا بیمه پولشون رو میداد. نمیشه الان ماشین رو برداریم بریم؟ نه بابا. تو تکلیفشون روشن شه بعد ماشین رو میبری. باش من نیام بهتر. خودت راستوریستش کن تماشا به من زنگ بزن. خب بیا اینجا پیش من باش. بعد دیدن اومدی زشته میگن فرار کرد. خب من بیام چیکار؟ هیچ کار. بیا پیش من وایسا. من بیام اونجا به من گیر میدم. مگه نگفتی من شوهرتم؟ به تو که چیزی نمیگن که. افسر گفت آقا این صحنه ساختگی دیگه با ماشین بردار بیا دیگه. بابا خدا رو خوش نمیاد که اینطوری. پولشونو که نمیخوام بدیم. لااقل واسیم کارشون راه بیفته. بیا. خب باشه به یکی از دوستای دختر زنگ بزن ساره این مسئله کسی من نیام بهتر. زنگ بزنم کل دانشگاه رو خبردار کنم دیگه. میگم نمیخوام هیچکی بفهمه. تو میگی زنگ بزن بچه‌ها بیان. من میگم یه نفر بیاد پیش تنها نباشه. میفهمی من چی میگم؟ پس تو الان واسه چی پا شدی اومدی اینجا؟ بیا بریم دیگه. باش بریم. آسان شد. ببین بگم پول من میرم و نمیرم. باش. شوهرم. سلام. ببخشید. اینو بگم. اینو اینجوری کرده؟ آره. شما هم شک داری؟ حالا من چی بگم؟ اصلا تو ماشین جلوی راننده نبود. این همه جا. بابا یه تاکسی یهو نگه داشت. من هول شدم زدم به این. اگه افسر کروکی نکشه بیمه پول نده من این ماشین رو آتیش میزنم. علی آخه طلبکاره. یه راز. این همه ماشین میکردی تاش قرار بودیم بشه؟ اتفاق دیگه میفته. من میدم فردا ماشین. کی بس خرج کرد؟ علی ما صبح نصف فیلم عروسی رو با این گرفتیم. حالا من چیکار کنم؟ تمومش کن بریم. مگه دست منه که تمومش کنم؟ فکر کنم ماشین از بیمه است. جناب سروار این ماشین اینجا پارک بوده. این از پشت یه مرتبه زده سلام بهش. افشار هستم. مدارک لطفاً. خسته نباشید. سلام حواسم بفهم. من مقصرم. تو یه تاکسی اینجا بجا وایساد من یه هول شدم خوردم به این ماشین. بله. داداش فکر می‌خوای یه زنگ بزنی بگی افسر رو نیاره؟ اون الان میاد بینم میگه ساختگی ها. بعد ببخش اگه کروکی نباشه چی؟ بدون کروکی از اکثر پسر 2 میلیون میتونه بنویسن. ولی بیشتر از اینا به نظر میاد. بعد آیا افشار این الان واقعا ستون شاسیش کج شده؟ جفت ستونای شاسیش متاسفانه بله. کفی صندوق و درب صندوق هم باید عوض شد. پاکم له شده. شانس آوردی سوراخ نشده. اکسل عقبم کاملا پیچیده. احتمالاً باید عوض شه. در عقبم باز میشه؟ بله مشکل نداره.
جنسا تشریف بیاری ملاحظه بفهمیم ببین این چرخه رفته تو شاسی، یعنی این شاسیه رفته تو لاستیک. پس ما نمیتونیم این ماشین از جای دیگه آورده باشیم اینجا. جرثقیل واسه همچین مواقع است دیگه. آقا به امام حسین قسم این تصادف همینجا اتفاق افتاده. مگه شما آخه دین و ایمون نداری؟ دین و ایمون من به اینه که واسه تصادف ساختگی کروکی بکشم. خسته نباشید جناب سروان. من افشار هستم از بیمه اومدم. شما میگین تصادف ساختگیه؟ بله دیگه خودتون نگاه کنین. این خانم انقدر ترمز کشیده اومده زده به این ماشین اینو داغون کرده اما خودش هیچیش نشده. این ماشین مگه تو پارک نبوده؟ چرا؟ مگه ترمز دستش هم بالا نبوده؟ چرا؟ این ماشین مگه زاویه نگرفته به این سمت؟ بله. شما یه مقدار ماشینتون بکشین عقب. این ماشین اومده کوبیده به این. بعد که خورده یکم جابجا شده. شاسی این ماشین پایین‌تر از اینه. پس قاعدتاً وقتی این ماشین ترمز کنه به اینجا که برسه میاد پایین. اگه این چراغ میشکست جای تعجب داشت. چون سطح این سپر صافه، نرمه، پهنه. پس موقع تصادف فقط ستون راست این ماشین اومده خورده به اینجا. چون این ماشین هم روی ترمز دستی بوده شاسی جا خورده رفته توی چرخ. شما سطح آج سایده شده نگاه کنید. هنوز کاملا سیاهه. اگه جابجا میشد خاکی میشد. این ماشین موقع تصادف سرعتش بالای 120 تا بوده. شما ببینید چقدر لاستیک زایده شده. اصلا از کجا معلوم شما مأمور بیمه باشین؟ جناب سروان شما قبلا باسپورس نبودین؟ اگه ما با شما شوخی داریم. کسی با شما شوخی نکرد. اما شما به همه چی شک دارین. کاراتون مشکوکه باید به شک کرد. جناب سروان دیدی فامیل نیستیم؟ شما مطمئنین تصادف اینجا اتفاق افتاده؟ بله کاملا. شما اگه شک دارید میتونید کروکی نکشید. اما اگه دوستان شکایت کنن من گزارشم ارائه. من اولش هم خدمت شما عرض کردم این ماشین هر چقدر که سرعت داشته باشه با اون خط ترمز اولا محاله بتونه به این ماشین آسیب برسونه. دو اگر تونسته اینقدر آسیب برسونه که ستونش کج بشه بره تو لاستیک میباز خودش تا شیشه جمع میشده نه اینکه چراغش هم نشکنه. شما میفرمایید این سپر صاف و نرمه؟ بله سپر صاف و نرمه. اما همین سپر صاف و نرم انقدر رفته تو که ستونو کج کرده اومده بیرون. پشتش هم آهن بوده. پس میباید چراغشو بشکونه. بعدم این آج نشون میده که اون خط ترمز قطعاً مال همین ماشینه. این ماشین اومده اینجا ترمز کرده وایساده. این یکی رو هم با جرثقیل آوردن گذاشتن اینجا. وا درست میگید. مدارک. آقا بابا این همه شاهد کی اینجا آخه جرثقیل دیده آقا؟ شما اگه شکایت دارین برین شورای حل اختلاف مشکلتون رو حل میکنن. آقای افشار هم گزارش خودشون رو رد میکنن. پس این همه شاهد چی؟ همه رو ببرین شورای حل اختلاف. قاسم 2 به جاور 1. عکسم بگیرین لازمتون میشه. اذیت میکنه. قاسم 2 به جاور 1. برگردیم به موقعیت قبلی. یه موتورسیکلت هست که باید با خودتون ببریدش. مثلا چرا چی برداشتی؟ کلا کاسکت نداریم شما. یعنی چی؟ قاسم 2 به مرکز. مرکز 2 تا جرثقیل برای اتوبان نواب زیر پل حقشناس مورد تصادف صحنه‌سازی شده است. لطفاً کلانتری منطقه را مطلع کنین. چند نفر خانم و آقا هستن که باید با خودشون ببرن. علی جناب سروان چیکار میکنی شما؟ اتوبان نواب زیر پل حقشناس سر کوچه 9. زنگ بزن صاحبش بیاد. تو برو ما خودمون یه کارش میکنیم. 2 نه 9. جناب سروان خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. جناب سروان چرا لج میکنی؟ قانون اجرا میکنیم.
تو دستشویی هم مراقب اون خانم آقا باش تا بیان. بعد دریافت شد. پس من منتظرتونم قربان. کسی جایی نره تا کلانتری برسه. قربان راضی نیست. اینجا تو دستشوییه، حواسم بهش هست. شما مراقب اونجا باش.